به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز و گرامی، سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه ما، برنامه بازشگب، به برنامه خداتان. شامتان بخیر، امیدوارم صحت و سلامت باشین. من محمود جان فیض رحمانوف هستم، همراه همکارم برادر بابا جان قیوموف. انشاءالله امروز در مورد حادثه های واروخ و مناطق مرزی صحبت خواهیم کرد. دوست عزیزم بابا جان، چه خیلی که میدونید در مسئله همین قضیه های واروخ در اینو در همه کشورها، همه ملت های قوی وقتی میبینیم یک حادثه رخ میدهد مثل مناقشه یا جنگ یا یک وضعیت خاص، اون ملت آمادگی میبیند برای این روز و بعد این روز رو هم گذران. بعد اون مرحله ما، بعد همون وضعیت مخصوص، باز چیکار میکنن؟ اون رو تحلیل میکنن، اون رو بحث و بررسی میکنن. هر کجایی که کمبودی بود اون اصلاح میکنن و هر جایی که نقاط قوتشون بود اون تقویت میدهند. و همچنینی که در مرحله جنگ یا در مرحله نزاع هم این یعنی عملکرد ملت ها مهم هست، همچنین مرحله ما بعد حادثه ها هم مهم هست. من فکر میکنم که ملت تاجیک در باری اول در تاریخ همین قدر این مشکلاتی که ما با مشکلات مرزی که با همسایه کشور قرقیزستان داشتیم، باری اول بود که تاجیک ها به خصوص مقامات تاجیک یک عملکرد خود در باری همین در همین ماهی اخیر ماه اپریل یک عملکرد خود خوب بهتری نسبتاً بهتری از خود نشان دادن. ولی به هر حال کمبودی ها بود، مشکلات ها بود و مرحله بعد اون هم اگر ما و شما نگاه کنیم در اونجا هم میبینیم که امروز میخواهیم بحث و بررسی کنیم و ببینیم که ملت تاجیک از جمله مقامات، مخالفین، جامعه شهروندی در مابعد این حادثه مثلا هم خونین بود، هم واقعا یک نزاعی خیلی غم انگیز که رخ داد، بعد اون چیکار کردن، این رو بحث و بررسی خواهیم کرد. اول میایم در مسئله کمک پولی. خیلی که میدونید جامعه مدنی و شهروندی تاجیکستان دست به اقدام زد که باید کمک پولی شود. از جمله خیلی که میدونیم برادر رجب میرزا، یکی از ژورنالیستان مشهور تاجیک، هم مردم را دعوت کرد و حدود 15,000 حداقل در این چند روز جمع آوری کرد. این یک اعتمادی مردم به رجب میرزا به مثل اون و کمانده اون هست که مردم ملت به اون اعتماد میکند و اون آماده شد که اینقدر مبلغ رو بدهد. ولی روزهای اخیر دیدیم که حکومت تاجیکستان به خصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دخالت کرد و گفت که هر گونه جمع آوری ممنوع است. و ما چیکار کردیم؟ ما این یک شاتی بانکی کشیدیم و مردم به اون چیزی که دارند تقدیم کنند. ولی از طرف دیگر اگر ما طرف همسایه کشور رو ببینیم، هم حکومت تاجیکستان، هم حکومت قرقیزستان و هم جامعه شهروندیش جمع آوری کردن، مثلا پول جمع آوری برای کمک و این. ولی میبینیم که تاجیکستان باز میخواهد که همین کار بکند و رجب میرزا هم با اظهار بیانیه گفت که آماده است. اول اون که گفت که وقتی که من دیدم که صمیمیت مردم رو وقت حکومت دید، فکر کردم که حکومت تاجیکستان با جامعه شهروندی تاجیکستان همکاری زیچ خواهد کرد. ولی متاسفانه دیدیم که مجبور شد که رجب میرزا این کمک پولی رو، کمک جمع کنی رو منع بکند و گفت که هر اون کسایی که به ما اعتماد کردن پول رو فرستادن ما برمیگردونیم به اونها. به نظر شما آیا چرا چنین حکومت به چنین کار دست زد؟ و دوم اینکه آیا مثل رجب میرزا و مثل دیگر کسا حکومت تاجیکستان همون اعتماد دارد که مردم به اونها اختیاراً پول بدهند؟ پیش از همه سلام عرض میکنم با بینندگان محترم. و ببینید محمود جان، یک مسئله است. مسئله
همین قضیه کمک پولی رجب میرزا خیلی چیزهای جالب دارد، برای پیام‌های جالب دارد برای ما. پیش از همه باید ببینیم که چرا مردم به رجب اعتماد کرد. واقعا هم بله. همین که مردم به رجب اعتماد کرد و با او میخواد پول فرستاد، معنای این رو دارد. رجب در کار شفاف بود و گزارش میداد، صداقت داشت و به مردم گزارش میداد هر چی بود و انا همین اصلی اعتمادی مردم به رجب بود. ولی در طول تاریخ موجودیت این حکومت ما هرگز با مردم شفاف نبود و هرگز به مردم گزارش نداد. ما تجربه زیادی از این حکومت رو دیدیم. شما تصور کنید که در مسئله روغن، بله، در مسئله روغن مردم ما قضیه رو همچون یک قضیه ملی نگاه کرد و آمد و به رجب به حکومت اعتماد کرد و سهمیه های روغن رو خریدن. درست؟ ولی تا حال حکومت یک گزارش هم به مردم نداده است که این سهمیه ها چی شدن، این مردم این سهمیه ها تقدیرشان چی می شود، سهمیه ها به مردم برگردانده می شود، آیا این سهمیه ها اعتبار دارند ندارند. کجا حکومت با مردم در این باره صحبت کرد؟ وقتی شفاف این چیزها را مردم می‌بیند، کجا دیگر به این حکومت اعتماد کنند؟ یا اینکه شما ببینید تمام این سهمیه ها رو بردن و تا امروز مردم نمیدوند که همین خانواده چقدر سهمیه خرید، حکومت داران همین مخصوصا همین خانواده چقدر سهمیه خرید، یا اینکه فقط این سهمیه ها به کام این خانواده رفت خلاص. چرا این مسئله خیلی مهم است؟ شما ببینید وقتی که رجب میرزا از مردم درخواست که کمک میکند برای یک عمل خیره، میآید و اعلام میکند که در بودجه این مقدار مبلغ وارد شد. بعدش میآید میگه که این مقدار مبلغ در فلان جا مصرف شد و واقعا هم اون را نمایش میتید به مردم. همه چیز برای حساب و کتاب، برای بررسی، برای تفتیش مشخص است. ولی در کجا حکومت ما چنین عمل کرده است؟ در حالی که هر حکومت موظف است بر اساس قانون در نزد مردم باید گزارش بتید. در کجا؟ یک جایی که مردم به این حکومت باور کرد، همین سهمیه های روغن تقدیرش تا حاضر مشخص است. حکومت یک بار در این باره گپ نمیزند، نمیگوید، حتی مردم نمیدونند که چقدر پول سهمیه چقدر شده است و کجاست این پول سهمیه. این بی‌اعتمادی نسبت به حکومت به وجود آمد. این یک طرفی مسئله. دوم طرفی مسئله چی است؟ شما ببینید مردم، جامعه شهروندی ما امروز در کشور خیلی ضعیف بود. واقعا هم بعد از سرکوبی های زیادی که اومدن حزب‌های سیاسی رو بستن و مرحله به مرحله پیش رفت حکومت. اول حزب‌های سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و شخصیت‌های معروف مثل زید و بزرگوار اینا اومد. بعدش اومد تمام رسانه‌های مستقل، ژورنالیست‌ها، همه را تحت فشار، زیر فشار، همه را از بین برد. بله. همه را در یک حالت بسیار دشوار قرار داد و نوبت رسید به جامعه شهروندی. بله. تقریبا تمام نهادهای جامعه شهروندی رو، مثلا شما تصور کنید که همین NGO هایی که اصل ستونی یک جامعه شهروندی میتوانند باشند، حکومت تاجیکستان اینها رو تقریبا فلج کرد یا از بین برد و زیربنا در اصل شکلگیری هر یک نهاد جامعه شهروندی رو به کلی به صفر برابر کرده است و دیگر نمیتواند آنها را مردم نمیگذارد که مردم در نهادهایی که برای جامعه شهروندی بسیار مهمند و سازنده هستند فعال باشند. یگانه مونده بود رجب میرزا به عنوان یک با همون در شبکه فیسبوک با همون گروه اخبار برای افکار می آمد و واقعا هم در زمان کرونا ویروس ثابت کرد رجب میرزا به مردم که یک نهاد جامعه شهروندی می تواند بیشتر از حکومت فعال باشد و واقعا هم باید همین خیل باشد. در کشورهای پیشرفته که ما و شما قرار داریم می‌بینیم که حکومت‌ها متمرکز نیستند، جامعه شهروندی، نهادهای مدنی هستند که بیشتر فعالند، ولی حکومت‌های دیکتاتوری از نهادهای مدنی هراس دارند و این مشکل در جامعه ما
یعنی شما معتقد هستین که یعنی حکومت تاجیکستان این کار کرد و مردم اعتماد به حکومت تاجیکستان ندارند، درست است؟ بعد همین حادثه راغون بعد اینها، ولی مثلا ببینید دوستان روزهای همین نزاع رخ داد 28 29 بعد اون وقتی داد، مردم احساس کرد که حکومت با مردم با جامعه مدنی در آینده همکاری میکند و بسیار از سیاستمداران و فعالان میگفتند که وقتی که حکومت در روزی سخت دید که نیاز به جامعه شهروندی دارد و باید در آینده هم همین همکاری را ادامه دهد، ولی یعنی در اولین امتحان حکومت تاجیکستان دو گرفت، یعنی موفق نشد که باز با همون راه خود با همون اسلوب پیشینه خود رفتار کرد. بله البته این ادامه صحبت هم همین بود که وقتی که رجب میرزا با گروه افکار برای اخبار در کرونا ویروس موفق شد، میخواست یک هماهنگی بین جامعه شهروندی و مقامات به وجود بیاید بخصوص در قضیه واروخ و رجب در واقع میخواست همکاری بین جامعه شهروندی و حکومت رو بیشتر کند و واقعا هم من به این مطمئنم، ولی حکومت به خاطر رشک است که در شبکه معروف شده است یا که به خاطر بدبینی بود یا با خاطر نمیدونم هر چیزی که بود آمد و در واقع یک بار دیگر نشان داد به جامعه شهروندی که حکومت با اونها همکاری کردن نمیخواهد و حکومت نمیخواهد که در جامعه ما یک نهاد شهروندی قوی شکل بگیرد و این مصیبت است و این مصیبت تمام ملت است که یک حکومت خودش در بین مردم اعتماد ندارد و مردم به او اعتماد نمیکنند و نمیگذارد که یک نهادی که مردم به اون اعتماد دارد در جامعه فعالیت کنند. با چنین شکلی مناسبت با جامعه شهروندی و با شهروندان یک چنین حکومتی باور کنید راهش به ترکستان است، زیرا هیچ کس نمیتواند در چنین جامعه با سرباز کمک کند. برای مثال شما فکر کنید اگر رجب میرزا این مبلغ رو جمع میکرد، مثل همونی که در کرونا ویروس برد به قربالا، به بیماری خانه ها، به دکترها، به بیماران کمک کرد، اون رو میبرد به همون خانه های سوخته شده مردم، میبرد به سربازان، میبرد و این چیزی است که همه ما میخواهیم، همه مردم میخواهند، نه اینکه حکومت به جای اینکه بیاید برای سربازانش بودجه تعیین کند، بودجه مشخص داشته باشد، از بودجه مصرف کند، بیاید باری اون رو به دوش مردم پرتاید. ما نمیگیم که مردم با سربازا کمک نکنند یا مردم با حکومت همکاری نکنند در این مصیبت، در این مشکل، ولی ما میخواهیم که یک شفافیت بین این باشد. حکومت نباید از این مصیبت سوء استفاده کند. بدبختی این حکومت در همین است، به جای اینکه بیاید با مردم همکاری کند، مثل این نهادهای شهروندی بیاید با ارتش همکاری کنند، با مردم جبر دیده کمک کنند، میاید پیش راه اینها رو میگیرد و راه فساد رو برای همون مقاماتی خودش باز میکنه. بله. و مردم برای همین فسادی که از حکومت تا این روز دیدن به این اعتماد ندارند و میخواهند به رجب میرزا هر چی میخواهد پول بدهند، ولی به حکومت مقامات حاضر نیستم چیزی کمک کنند. بسیار خوب برادر بوجان، مسئله رجب میرزا یکی از شخصیت های جامعه شهروندی است که دست به چنین اقدام زد، در حالی که چندین نفرهای دیگر هم دست به همین اقدام ها زدن. در خود تاجیکستان خیلی پول جمع کردن، حتی بردن رسوندن، حتی دخترهای تاجیک و دیگرها. احساس می شود که یعنی ملت تاجیک باز می خواهد جامعه شهروندی فعالتر باشد، ولی در مقابل اگر نگاه کنیم مردمی مثلا حکومت قرقیزستان کمک خوب به مردم، به اون مثلا خانواده های جبران زده و اون قربانیان داد و زخمی ها داد. همچنین جامعه شهروندی هم سهم خود را دارد، نه تنها جامعه شهروندی قرقیزستان بلکه اون قرقیز هایی که در بیرون از قرقیزستان هستند برای پول جمع کردن و کمک کردن سهم خود را گذاشتن و میگذارند. ولی در ما مثلا یگانه چند نهادهایی که از جامعه شهروندی که در همین شبکه‌های اجتماعی فعال هستند میخواهد همین چند دانه‌ای که هست اینا مثلا معن کند. ولی یک چیزی که مثلا در بیانیه ویکیدی بود این است دوست عزیزان که ویکیدی میگوید که وزارت کارهای داخله میگوید که اینجا
خلاب ها هستند، فرصت طلب ها زیاد هستند و امکان دارد که در همین جمع یعنی تشکیلی که مردم دعوت میکنن در همین چی یعنی دیگر فرصت طلب ها هم از این وضعیت استفاده برن. همین خیلی است؟ درست است. شما ببینید یک قضیه واقعا جالب بود برای من شخصا. وقتی که ما در همین جا می‌بینیم که یک ارگانیزاسیون قرقیزی برای مردمش پول جمع می‌کرد و در اروپا و بعضی بحث ها رو با وجود آورد درباره یک به اصطلاح همون اخبار ضد تاجیکی نشر کرد. ما وقتی که با اونها وارد بحث شدیم به اصطلاح خیلی شدید اونها رو از این کار منع کردیم. یعنی رو می‌خواستن چی نشان بدن؟ همچون یک مردمی جنایتکار، حمله‌گر، تجاوزگر و خود مظلوم و خودشون هم مظلوم نشان بدن و در میان قشر همین مردمی بیشتر در به اصطلاح مرکزهای اسلامی و اینها فعال بودن. ما با اونها وقتی که برخورد کردیم اونها گفتند خب چرا شما نمیکنید؟ چرا شما نمیایید مثلا برای مردمتون پول جمع کنید برای این؟ در واقع ما در اینجا میخواستیم با اکای رجب هماهنگ بشویم. البته میدونستیم مشکلی که برای اون پیش میاد. با خب راههای دیگری که ما در فکرش بدیم با بچهای در منطقه ما بوده، مثلا با روسیه هماهنگ کردن و بعضی مسائل رو. ولی وقتی که حالا آمد حکومت و پیش راه این رو گرفت و نمیخواهد حکومت رجب میرزا که یعنی نه تروریست اعلان شده است نه بله حکومت شما ببینید یک قرقیز این اعتماد رو دارد، این امکان رو دارد و این آزادی رو دارد که برای مردمش پول جمع میکند، برای مردمش کمک میکند، هر طوری که میخواهد، هر قرقیزی میخواهد این کار رو میکند. ولی در جامعه ما، جامعه که اصلا از یک حکمرانی خسته شده است و داد آمده است، تنها یک نفر پیدا شده است مثل رجب و مردم به او اعتماد کرده است. چون باز تکرار میکنم مردم ما به مقامات اعتماد ندارند، این جای پوشیده نیست. چون از کمترین کار، از یک سپراف که یک رئیس محله و رئیس جماعت سر کرده همه چی رو با کروپسیا به دست میارد. کمترین کار در تاجیکستان با کروپسیا می شود. یگانه کسی که بدون کروپسیا و خیلی شفاف و آشکار و روشن به مردم یک کمک‌های رو گرفت و به جای درکاری رساند و گزارش هم به مردم داد، این رجب میرزا بود با همون گروه اخبار برای افکار، یک نهادی بسیار ساده. ولی مقامات این رو هم سرکوب کردن. حالا شما مقایسه کنید یک بار در قرقیزستان همه این مردم دنبال چی میگردن؟ دنبال چی هستن؟ همه در جنگ اطلاعاتی با هم یک جایه منسجم میروند در مقابل تاجیکستان، حمایت میکنن از مقامات خودشان، از کشورشان، از چیزاشان و مسئولینش هم با اونها معلومات میتین، اطلاعات میتین، گزارش میتین، همه در جای خودش. ولی ما واقعا طرف تاجیکستان در این مدت در برابر قرقیزها تماما هیچ واکنشی از لحاظ رسانه‌ای، تبلیغاتی، دیپلماتی ندیدیم. هیچ گزارشی ما از حکومت تاجیکستان برای مردم ندیدیم. و این ببینید شما این بی‌اعتمادی را به وجود میارد، به طور طبیعی این بی‌اعتمادی را به وجود میارد. ولی وقتی تاجیک میبیند که رئیس جمهور قرقیز میآید و به مردمش میگوید که ما هیچ چیزی از زمین ما گذشت نمیکنیم، ما این کارو نمیکنیم، ما این کارو میکنیم و به مردمش میگه آشکار میگه که من به تاجیکستان دعوت شدم ولی نمیروم تا اینکه چیز نشود. ولی کجاست عکس العملی دیپلماتی مسئولین؟ بسیار خوب. حالا مثلا به مسائل دیپلماتی و رسانه‌ای میریم، حالا انشالله که بحث خواهیم کرد. حالا در همین مسئله کمک پولی به نظر شما اگر مثلا رجب میرزا با اون کماندش و اون دیگر خیرخواهان و اون جامعه شهروندی که واقعا دیگر هم خیلی فعال هستن در همین کمک کردن و علاقه کردن، خداوند اونها را جزای خیر بدهد، اونها واقعا کار خیلی خوبی کردن، کار ستودانی کردن. اگر اینها را اجازت میداد فعال میشدند، آیا به نظر شما
تاجیک هایی که در بیرون از کشور هستند اونها از امکاناتی مالی و آزادی بیشتر یعنی برخوردار هستند، اونها هم شریک میشدن به نظرتون؟ و این یک تجربه خوبی همکاری بین حکومت و بین جامعه شهروندی میتوانست بشود؟ من با اطمینان میگویم که حکومت تاجیکستان از همین میترسید که بین جامعه شهروندی در داخل و جامعه مهاجرین در خارج در عموم یک همکاری صورت میگیرد و وجود میآید و این بر ضرر حکومت تمام میشود. حکومت تنها ترسش همین بود. واقعیت همین است. حکومت ما از یک طرف، دیوم مسئله این است که واقعا هم در رأس حکومت ما شخصان و افرادی هستند که سرفهم اداره درستی حکومت نمی روند و اونها فکر میکنند که حکومت باید در دست یک نفر یا یک گروه مستحکم باشد و با مشت آهنین این کشور این ملت رو اداره کنند. ولی فراموش کردند که هیتلر با تمام همون قدرت جسارتش امروز منفور تاریخ شد. یا استالین همین خیلی. یک لحظه شما تصور کنید که رجب میرزا اگر می آمد و موفق می شد در جامعه ما البته خود رجب هم اعلان کرد که بچه‌های از امریکا، از روسیه، از دیگر جا با او همکاری داشتند و ترسی حکومت در حالی که ما هم می‌خواستیم با رجب همکار باشیم ولی مشکل‌زا میشد. برای همین مثلا مردمی در اروپا بوده همیشه فکر میکردن که ما نباید یا شکلگیری یک نهاد مدنی رو نابود کنیم و به خاطر ما اون رو از بین ببریم. بله، قضیه بابای دانه هم معلوم، قضیه نمیدونم اون خانواده‌های زندانیان که نامه نوشتن برای کمک اینش هم معلوم همش. ولی شما ببینید حکومت حتی همین رو هم تحمل نکرد که غیر از مخالفین، غیر از حکومت یک نهادی اجتماعی مدنی در جامعه ما شکل بگیرد و اون بتواند با مردم همکاری کند، با حکومت همکاری کند، یک پل باشد. بله، پل باشد بین مردم و بین حکومت. واقعا هم این میتوانست یک پل باشد بین مردم و حکومت و کمک ها رو از این گروه ها، از مردمی دیگر در واقع به حکومت برساند. برای مثال کمک به سرباز این کمک به حکومت هست، یا کمک به اون خانواده که خونه‌اش سوخته است و خونه‌اش ویران شده است کمک به حکومت هست. این وظیفه حکومت است که تامین کند. ولی این جامعه، این نهاد میتوانست در این مسئله یک پل باشد بین مردم و بین حکومت. این پل را حکومت دیدن نتوانست و این را خراب کرد. متاسفانه این مسئله خیلی مهم است که حکومت ما درک نمیکند که دارد چی پول‌های رو خراب میکند. این مشکل است، این مصیبت است. ولی بسیاری برخی از زیایان به این نظرند که این کمک پولی‌ها اینها طبیعت مردمی تاجیک رو تربیتی طلبنده میکند. بهتر است از چنین چیزها، از پول جمع کنی مثلا از مردم خودداری شود. ببینید شما اگر پول جمع کنی در یک مسائل خاص و مخصوص برای یک امر خاصی باشد و اون با شکل درستش پیش برود، شفاف باشد، تمامی چیزها رعایت شود. شفاف پول جمع کردن شفاف باشد، یعنی وقتی که پول جمع می شود گزارش شود که چقدر جمع شد، وقتی که می رسد گزارش شود که چقدر رسید، به کجا رسید. وقتی که مردم این رو می بیند این می تواند به نفع جامعه باشد، در رشد مسائل مختلف و به اصطلاح جنبه های مختلفی کشور کمک کند. ولی وقتی که حکومت می آید در تمام مسائل برای جشن و مراسم نمیدونم دیگر، برای پیشواز از پرزیدنت، برای نمیدونم نوروز، برای این و برای اون میاد از مردم گدایی میکند و مردم رو مجبور میکند که برای مثال معلم ها در مکتب از معلم درخواست میکند که از هر طلبه پول بگیرد. واقعا این یک طلبنده کردن است، فرهنگ گدایی را در مردم جاری میکند. وقتی که یک معلم با همین شکل به اصطلاح همچون گدا در نزد طلبه معرفی می شود، این در ذهن و پسیکولوژی کودک میشیند و کودک این رو یک چیزی خوب
تصور میکنه، در ذهنش انا همون چگونه که گفتید طلبندگی تداعی میشود. ولی چرا اگر مردم مثلا برای کار خیر بس شکلی درستش مثل که رجب میرزا اعلان میکرد و این رو دیگر نمیرفتن از کودکا طلب کنن یا از کودکا بخواهند و در جامعه گدایی رو نهادینه نمیکند، بلکه این سخاوتمندی رو نهادینه میکرد. بسیار خوب. حالا در مسئله همین چی گفتین مسئله طلبندگی این اومد، منم مثل شما فکر میکنم که حکومت تاجیکستان باید یعنی فضا رو هوی کند بکشاید که مردم همکاری کنند، جامعه شهروندی بخصوص همکاری کنند. حتی اینی که ما در اروپا قرار داریم همین مردم هست در برابر مردم کمک میکند، در برابر حکومت باز در کنار حکومت می ایستد. وقتی که مهاجرین اومد مردم اروپا با یکدیگر جمع کردن سال 2015 16 و مهاجرین کمک کردن در کنار حکومت بودن، ولی به شرط اینکه همون خدای نکردش همه چیز شفاف باشد، یک جامعه شهروندی خوب شکل بگیرد، وگرنه خدای نکرده بعض اون خلابان اونا هست. ولی متاسفانه برادران عزیز، هموطنان عزیز، خلابان نه رجب میرزا است و نه دیگر برادر و خواهرانی که خدمت کردن. اونها واقعا قهرمان این ملت هستند که در این روزهای سخت میخواهند در بری حکومت باشند. یک چیز دیگر که هست، مسئله همین در مسئله کمک پولی، حالا که از حکومت گپ زدیم، مسئله اینه که حکومت میخواد گفته است که 700,000 سامانی که 60,000 بیش از 60,000 دلار می شود و همون 10 خانواده تقسیم کنند. ولی باز رجب بای اون رهبری ولایت سو گفته است که 3 میلیون کمک کردیم، ولی حالا تا حال چیزی را نمی بینیم. درست است. حکومت هم ببین وقتی که 700,000 چی می شود، اگر حکومت اعتراف میکند که 20 خانه سوخته شده است، ویران شده است، این 700,000 چی می شود؟ 3 میلیون این چی می شود؟ در حالی که یک سفری رحمان بیشتر از این است. همین خیلی است؟ یعنی یک سفری که یعنی اینقدر مصرف می شود، پر خرج است. همین خیلی نیست؟ بله درست است. فقط یک مسئله است که حکومت ما باز هم برمیگردد مسئله به همون اعتماد. حالا حکومت اعلان کرده است که 70,000 کمک میکند، ولی همه مردم تاجیکستان اگر شما بگید که حکومت 70,000 کمک کرد، حکومت میگه این 70,000 شاید اگر حتی همین 70,000 هم کمک بگیریم شاید که 50% در کروپسی میرود و 50% به مردم میرسد. اگر حکومت واقعا میخواهد با مردم همکاری کند، بیاید حتی انا همین کمک رو هم خود حکومت از طریق نهادهای مدنی میکرد و می اومد مردم در این حالت بود که حکومت میتوانست اعتماد مردم رو جلب کند، حکومت میتوانست با مردم نزدیکتر شود. ولی حکومت برای چی؟ مثلا اگر شما تصور کنید در دیگر کشورها مردم میآیند برای معرفی خودشون به حکومت و به مردمشون با مردم آشکارا صحبت میکنن و هر چی که هست میرسونن، رسانه ها حضور دارن، همه حضور دارن. ولی چرا تا امروز حکومت تاجیکستان یگان کمک خودش رسانه‌ای نمیکنن؟ چرا کمک ها برای مثال همین 70,000 که جدا شده است برای 70,000 دلار میشه تقریبا این بیش از 60,000 دلار. بله. حالا بیاید همین را حداقل بیاین شفاف با مردم برسونن و رسانه‌ای کنن، هم شفافیت به وجود می آید، کروپسی از بین می رود، اعتماد به وجود می آید. ولی چرا این رو نمیکنن؟ شما من از مردم خواهش میکنم همین رو فکر کنم. اگر حکومت مثل رجب میرزا بیاید و بگوید اینجا اینقدر پول جمع شد، یا اینکه ما از بودجه اینقدر پول برای شما جدا کردیم، خب این پول را مثلا برای هر یک خانواده به این مقدار ما میبریم میرسونیم و بگذارد که جامعه شهروندی در این کار شریک باشد و از طریق حکومت هم باشد و رسانه ها در این کار شریک باشند، برای من گزارش کنند، نه رسانه های حکومتی، چون که دیگر اعتماد به رسانه های حکومتی هم وجود ندارد. رسانه های حکومتی هم علاقه در همچون تبلیغگر حکومت و یک کروپسیونرها معروف شده ایستادند، چگونه که میبینیم. ولی میآیند انا همین کار اصلیه که باید صورت بگیرد از بین میبرند و باز هم در امین شرایط دشوار که مردم نیاز به حمایت دارد، نیاز به
یک واقعا هم یک شرایطی هست که نیاز به همکاری نزدیکی حکومت و مردم هست، باز هم سوء استفاده میکند حکومت، باز هم میآید راههای درستی شفاف شدن کارها رو میبندد و این دوباره انا همون بی‌اعتمادی، دوباره هم کروپسیا، دوباره همون فاصله بین حکومت و مردم رو زیادتر میکند که در این شرایط به نفع ما نیست. حداقل در همین قضیه بر ضرر هم ملت و هم کشور ماست. بسیار خوب. حالا از همه بینندگان و هموطنان عزیز خواهش میکنیم که ببینیم، کوشش کنیم، سعی کنیم که حکومت قرقیزستان با جامعه مدنی قرقیزستان با مردم چقدر کمک کرد و همچنین تاجیکستان و جامعه شهروندی تاجیکستان چقدر کمک کرد. وقتی مقایسه شود معلوم می شود که ما چقدر کمک کردیم. همچنین از تمام شهروندان بخصوص اون مردم محلی خواهش میکنیم که هر کمکی می شود، هر چیزی می شود تا حد امکانه اونها همین چیز فوشکاری کنن و مردم بفرستن، به رسانه‌ها بفرستن، بخصوص به مخالفین که در اروپا و شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، اونها آزادتر هستند، واقعیت را بگن. مثلا همین 700,000 گفتگیان در 10 خانه میفرستن، 70,000 تقسیم میکنن. همین رو تحقیق کنیم که آیا با همون 10 خونه رسوندن یا نرسوندن، یا این 3 میلیونی که رئیس ولایت سوخت دعوا میکند که ما 3 میلیون کمک کردیم، این رو ببینیم که این رو واقعا رسید یا نرسید، چقدر کمک شد. این وظیفه مردم هست که اینم رعایت کند. یک چیزی که دیگر هست برادر عزیز، این است که تا حال حکومت تاجیکستان برخلاف حکومتی و مقامات قرقیزستان پنهانکاری میکند. مثلا ببین پرزیدنتی قرقیزستان جباروف اظهارات میدهد، توشیف اظهارات میدهد، دیگر مقامات اظهارات، جامعه شهروندیش در تمام جهان، اروپا و امریکا همه را پر کرده است، ولی مقامات تاجیکستانی ما خاموش، از رحمان شروع کرده تا کوچکترین همه خاموش هستند. ببین کی میگوید؟ جباروف. وقتی جباروف گفتن که رحمانوف دعوت کرد که بیا به تاجیکستان بیا، گفت تا وقتی که مشکلی مرزی با تاجیکستان حل نشد من به تاجیکستان نمیرم. یعنی راه به دوشنبه از طریق بادکند هست، تا بادکند حل نشود من نمیام. این ببین چقدر اون جوان است. میگوید توشیف میگوید که یک وجبی زمین رو نمیدیم، ما از دیگر کس نمیگیریم ولی یک وجبی زمین رو به دیگر کس نمیدیم. اینها همش آیا فشاری روانی نیستن؟ ولی در برابر ببینیم دوستان عزیز، مقامات ما تا حال خاموش خب. مثلا وقتی توشیف میگوید که یک وجبی زمین رو نمیدیم، مقامات ما در کجا هستن که بگویند که ما هم جواب بدیم به اون؟ ولی متاسفانه مقامات ما پره خاموش هستند. مثلا توشیف گفتگی است که گفته در رسانه‌ها گفت که هیچ دالانی به تاجیکستان نمیدیم که واروخ با تاجیکستان یعنی چیکار کند، یعنی آبی پیوندد. ولی همه خاموش هست، در حالی که خریطه های وقتی شروع ببینیم واروخ انکلاو نبود. ولی حالا مثلا اون طرف دعوا میکند که انکلاو است، تاجیکستان یعنی واروخ بیرون از چی است؟ از تاجیکستان است. هیچ راهی، هیچ زمین بین تاجیکستان و بین واروخ وجود ندارد. پس همه این مقامات ما خاموش هستند. چرا تا این حد خاموش هستند؟ آیا این فشار روانی که مقامات قرقیزها انجام میدهند در رسانه ها، در اینها ما در خواب هستند؟ چیکار میکنند؟ متاسفانه همین است. وقتی که میبینید همین وضعیت رو تا به اینجا رسوندن، اصلا خودی همین مقامات رسوندن، همین حکومت. وقتی که مردم میخواستن از خودشون حمایت کنند، از حقوقشون، از زمینشون، از خانهشون حمایت کنند، همین حکومت اونها رو سرکوب کرد، اونها رو زندان کرد، نگذاشت که اونها از حقوق خودشون دفاع کنند. قرقیز هر چی میتوانست آمد. به خاطر چی؟ به خاطر تجارت خصوصی خانواده که در اونجا وجود داشت، تا اینکه راه تجارت اونها بسته نشود، تا اینکه راه قاچاق مواد سوخت و نمیدونم تجارت سیگارت و دیگر بسته نشود برای این خانواده به خاطر منفعت های شخصیش
زمین ملت رو، زمین کشور ما رو در واقع فروخت. این فروختن زمین است. درست است شاید میگن که این ما این اونگونه نیست، ما این رو، ولی واقعا همین است. ما نفروختیم، این با پول ندادیم، یا این واقعا فروختن زمین است. در مقابل تجارت خانواده رحمانوف این زمین، این منطقه فروخت در همین، به خاطر همین تجارت های خانواده رحمانوف انکلاون شد و باید رحمانوف با همون چگونه که این رو انکلاون کرد اون رو برگرداند، فروخت رو به بدنه تاجیکستان برگرداند. ولی چگونه که در یکی از پست های فیسبوکیش جمشید یوروف یک وقت نوشته بود که پیروزی دیپلماتیای تاجیک پیروزی مردم و سربازان ما رو به صفر برابر خواهد کرد و ما فکر میکنیم، ما نگرانیم واقعا. من حالا نمیدونم به چی می انجامد، امیدوارم خوب شود، ولی اون چی که نمایان است. ببینید وقتی که بازسازی اون گیسی مرکزی آب تقسیم کنی، بله مرکزی آب تقسیم کنی در با قرقیز ها واگذار می شود، چی معنی دارد؟ یعنی این علاقه واگذار شد، دیگر چی میموند؟ یعنی حکومت تاجیکستان رو از داده است علاقه و این دیگر هیچ این علاقه از قرقیز ها است. یک. دوما وقتی که شما نگاه میکنید در برابر تمام چیزها، حتی که حاضر نیست حکومت قرقیزستان راه بکشاید به وروخ، پس چی از قضیه؟ کجاست توافق؟ چی است اصل توافق؟ کجاست؟ چرا یکی از مقامات تاجیکستان شرح نمیتید؟ چرا به مردم گزارش نمیتید؟ حداقل نمیبرند به مردم، اونهایی که در اون مذاکرات شرکت کردند. شما ببینید که در رسانه‌های قرقیزی چقدر در این باره صحبت شده است، ولی چرا در رسانه‌های تاجیکی یک نفر از اون مسئولین نمیآید گزارش بتید، شرح بتید به مردم که مردم عزیز ما با چنین توافق‌ها دست یافتیم و ما مرز کشور، زمین کشور ما رو حفظ میکنیم و این رو به هیچ کس دادنی نیستیم. ولی ما همیشه میبینیم که طرف قرقیزستان است که ادعا میکند ما زمین ما رو به هیچ کس نمیدهیم، در حالی که بر اساس تمام معیارها و سندها این زمین تاجیکستان است، زمین مردم ما است. ولی اونها ادعا دارن که ما زمین‌های ما رو نمیدهیم، ما یک گذشت نمیکنیم تا قضیه حل نشود، به دوشنبه سفر نمیکنیم. ولی اینها تا حال آب در دهان گرفته ششتن و حتی حاضر نیستن گزارشی عادی از همین توافق یا از همین مذاکرات به مردم بدهند. چرا؟ حتما زیر کوسه نیم کوسه است. حتما مردم باید به این بی‌اعتماد باشند. حتما به این مردم سوالهای زیادی در ذهن مردم بیاد. یعنی شما معتقدید که یعنی حکومت مردم در اون روزهای سخت در کنار حکومت ایستاد، زحمت کشید، از مرز بوم دفاع کرد، ولی این مقامداران هستن که عقب نشینی میکنن واقعا. حالا مثلا برادران خواهران گرامی، مسئله همین مرکز آب تقسیم کنی، همین گلاونای ببینیم، در این رئیس جمهوری قرقیزستان میاد میگوید که این رو اصلاح کنید، این رو تعمیر کنید، در حالی که این وقتی اگر بحثی هم باشد، در حالی که مال تاجیکستان است، اگر بحثی هم باشد نباید تاجیکستان، مقامات تاجیکستان کجا هستن که با این رئیس جمهوری قرقیزستان بگویند که این مسئله حالا اینا بگذارید، ولی خاموش هستند. دو طرفه تعمیر شود. بله، در حالی که برادران عزیز، خواهران گرامی، این مرکزی آب تقسیم کنی خیلی مهم است برای زندگی و برای مردم ایسفره و اون کانیبادام. این دریا آب تقسیم میکند به تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان. وقتی که ما اون را از دست میدهیم، معنیش خیلی به آینده که مردم این ایسفره و مردم کانیبادام به آب نیاز دارن، اینها چیکار میکنن؟ اینها واقعا در مشکلی به آبی و در آینده با مشکل های زیاد روبرو میشیم. چرا مقامات در این مسئله مهم و خیلی مهم هست خاموش هستن؟ تنها یک چیزی رو امضا کردن، رفتن در دوشنبه عیش و نوش دارن و فکر نمیکنن که، ولی اون طرف قرقیزستان که
جوان هستند، پر انرژی هستند، از مردم خود میترسند، همیشه گپ میزنند، میگویند که یک وجبه نمیدهیم، ما مثلا واروخ هیچ دالانی ندارد، گالانی از ما است، باید تعمیرش کنیم. ولی این مقامات ما در این مدت ما بعدی مرحله ما بعدی همین مناقشه خاموش هستند. این واقعا یک جای تعجب است. حالا در مسئله که گفتید برادر عزیز، در مسئله همین انتقاد که حالا شما گفتید درباره مثلا اون طرف فعال هست، اون طرف قرقیزها در برابر این که رئیس جمهورش خاموش نیست، رئیس کمیته امنیتی ملیشون توشیف خاموش نیست، دیگرها خاموش نیست، بر علاوه بر همین قدر باز مردم قرقیزستان از مقامات خود شکایت دارن، انتقاد دارن که حال باز هم فعالتر عمل بکنن. ولی در تاجیکستان ما مثل که ما پیروز شدگی هستیم، هم خاموش هست و یگانه چیزی که انتقاد میکنن از کبیری. گویا که برادر عزیز رحمانوف چیکار کرد، یعنی یتیموف چیکار کرد. درست است که مخالفین هستن، اینها هم حق انتقاد داره که این را انتقاد کنید، ولی چرا از همه پشت این کار حکومت مقامات باید گزارش بده درباره گلانی، درباره مثلا واروخ، درباره دیگر و دیگر، درباره منزل ها، کمک پولی، همه اینها همه بدبختی را کرده ایستادن. شما خاموش هستید، میگویید که کبیری فلان و فلان طرفداری مردمی یعنی قرقیز را گرفت و دیگر، یعنی این بی‌طرفانه نیست، این یک انتقادی بی‌طرفانه نیست. شما که مثلا سخنگوی حزب نهضت هم هستید و عضو پیمان ملی هستید، رهبر پیمان ملی را به همین چیز بعضیا چی میگویند که این بیشتر میل به مردم قرقیز داد. این نظر شما چی است؟ شما ببینید محمود جان، همه میدونند در تمام صحبت‌های استاد کبیری هم وجود دارد که ما از حق مردم واروخ، مردم تاجیک حق دارد که از سرزمین خودش دفاع کند و این حق مشروع اونهاست. اونها باید در کنار حکومت باشند در امروز و از مرز و بوم کشورشان دفاع کنند. و گپش امروز هم در یک صحبت با یکی از خبرنگاران روس هم این بود که واروخ هیچ وقت انکلاو نبود. و حالا شما تصور کنید در همین مرحله با همین شکل، با وجود این وقتی مثلا بگذار کبیری هم انسان است، اشتباه کرد، حالا یک اشتباه کرد، یک چیزی گفت که من حالا نمیدونم انتقادی اون، نمیفهمم که انتقادی اونها اصلا سری چیست. میگن که گفتم که یکی از انتقادهایی که یادم هست بیشتر میگفتن که کبیری میگه که ارتش تاجیکستان ضعیف است. خب یک واقعیت است، هم ارتش قرقیزستان هم ارتش تاجیکستان ضعیفند. ارتش‌های ضعیف در آشتای میانه همین تو هستند. به خصوص از لحاظ اقتصادی ارتش تاجیکستان ضعیفتر است. و جنگ فقط سلاح و آدم نیست، اقتصاد میخواهد، همه این رو میخواهد. حالا در چند روزه که شما به این شکل آمدین، میخواهید که مردم اسفره و خوجند به سربازان خوراک و طعام بتیان، با این شکل معلوم است که چی میشود. وقتی که دزدیدید پول مردم رو بردید به بانک‌های خارجی، برگردانید و ارتش رو تقویت کنید، چرا نه؟ میشود ارتش تاجیکستان قوی. ولی وقتی که شما تمام پول بودجه وزارت دفاع رو میدزدید، بودجه سرباز رو، حقوق سرباز رو، حتی از خوراک سرباز میدزدید و از خوراک سرباز رو حتی به گردن مردم بیچاره میپرتوید، چی میشود؟ من ضد آن نیستم که مردم به سربازان کمک کنند. من مطمئنم مردم ما به سربازان کمک میکنند، ولی در دراز مدت این کمک نفرتی مردم رو به وجود میارد. مردم هم اونقدر مردم دارایی نیستن که بتوانند تا آخر عمر این سربازا رو تامین کنند. وقتی که یک مشکل می شود، یک حالتهای خاص با وجود میاد، این کمک ها، این طلب ها، این درخواست ها به یک کی میدونیم حکومت این به یک خوی حکومت ما تبدیل شده است. بعدا حکومت این رو به یک نهادینه میکند که دیگر پول بودجه رو میدزدند مسئولین و مقامات و همه مسئولیت دیگر رو میپرتویند با بالای مردم که سربازا رو تامین کنند و این آهسته آهسته مردم را هم بیزار میکند. مردم وقتی زورش میآید، وقتی که نمیتوند چیزی داده، با مجبوری از مردم طلب میکنند،
آیسته آیسته یک نفرت به وجود میآید. میگه بگذار از سرباز همیشه کسی بگیرد ولی ما را به این شکل به این حد ظلم نکند و ما از این نگرانیم که بعداً یا این حالت ها میتواند مشکلات رو بیشتر کند. حالا سخن کبیری هم اگر چیزی گفته است در همین زمینه بوده و بگذار انتقاد کنند، از کبیری انتقاد کنند، در جای خودش انتقاد کنند. خوب، خیلی خوب، انتقاد کنید، بگویید. و همون هایی که انتقاد میکنند، به خصوص یکی از ژورنالیستان معروف که خورشید عطاالله بسیار خورشید عطاالله انتقاد میکرد در این باره، من ندیدم در جای یک بار به چالش بکشد که چرا در جنگ اطلاعاتی حکومت حتی از نگاه خودش معلومات به جامعه شهروندی به رسانه ها نداد. چرا حتی همین فرج از موقع حکومت نآمد به مردم معلومات بتید، به مردم مثل ازیا پلوس، مثل رادیو آزادی، مثل دیگران، یا نآمد حداقل یک بار نمیاد بپرسد که واقعا هم که یک رسانه است کاری اون باید این باشد، کاری رسانه مستقل به اصطلاح ادعای مستقلیت میکنند باید این باشد که بیایند بپرسند جزئیات اون توافق ها رو، بپرسند جزئیات این رو. در مقابل وقتی که بیانیه جبار پخش می شود یا از توشیف پخش می شود، باید بروند از مقامات عکس العمل طلب کنند، بگن که نظر شما درباره این سخن این اظهارات چی است. ولی آیا یک بار این رو کردن؟ فقط میشینند و چیزی که دارند همین است. کبیری، چون که کبیری نه به اونها فشار میارد، نه زندان دارد که اونها رو زندانی کند، نه به اصطلاح آسانترین راه. بله، آسانترین راه و همین است. ولی واقعا شما اگر همچون منصفانه انتقاد میکنید، بیایید سخن کبیری رو بیارید بگید این سخن نادرست بود و باید به جای این سخن رو میگفت، ما قبول میکنیم. انصافا از پلوس رادیو آزادی خوب کار کردن، برای در همین واقعا خدمت کردن و فکر ما هم همین است که وقتی که شما از کبیری انسان است، درسته؟ محیدین کبیری رهبر پیمان ملی انسان است، امکان دارد خطا کند. بسیار خوب او را وقتی انتقاد میکنه حداقل این قدر کمبودیایی که حکومت کرد یک بار یک چیز ذکر کنید. بله. یک بار مثلا شما ذکر کنید که این مشکل تنها میآیند باز با مسخره که مخالفین این تو گفتن اون خیلی گفتن و این راهی که یک چیزی که همین روز دوشنبه محیدین کبیری برنامه مستقیم دارد، مخصوص میخواد در این باره فکر نظرش شرح بتید و با مردم صحبت کند. حالا کسانی که انتقاد دارند بیایند، واقعا هم بیاید از او سوال کنید. در همین برنامه مستقیم در روز دوشنبه برنامه دارد، فکر کنم ساعت 5 یا ساعت 3 اعلان میشه، فردا و پس فردا. ولی فکر میکنم بیایند این مردمی که انتقاد دارید بیایید واقعا از اون سوال کنید، بیاید بپرسید، ببینید آیا با اون چیزی که شما فکر میکنید چی میگوید، چی دلیل دارد، یگان جایی مشکل ندارد. بسیار خوب برادران گرامی، خواهران گرامی، خیلی که برادر بابا جان گفتند، رهبر پیمان ملی روز دوشنبه صحبت با مردم خواهد داشت ساعت 3. حالا ساعتش معین نکردن ولی ان شاء الله معین کردن، اعلان کردن. از همه آدم‌های برادران و تحلیلگران، ژورنالیستان، هر کسی میخواد فکر و نظرشون، انتقادی دارن، نظری دارن بفرستند و تا حال چند سوال هم واقعا رسید و بدهند به اون. یک حالا در مسئله رسانه ها آمده، منم واقعا همین چیزی که گفتید، منم همین چی هستم که رسانه ها در داخل تاجیکستان واقعا خیلی سستی میکنن. ببین رسانه های قرقیزستان از توشیف، از رئیس جمهور گپ میگیرن، نظر میگیرن، موقع میگیرن. این مثلا همین گپی که یک وجبه نمیدیم در یک رسانه قرقیزی نشر شد، چرا مثلا اینها خاموش هستند؟ ببین مثلا در مسئله منزل ها تاجیکستان اعلام کرد که فقط 20 خانه ویران شده است. ببین این 20 خانه ویران شده است، در حالی که بسیاری منابع میگوید که فقط تنها در چورکو 38 خانه ویران، نیمه ویران شده است. پس این عدد بزرگتر است. مثل پیشینه در همین جا میخواهد که نشان بدهد که عدد کم رو نشان بدهد، ولی در اصل این خیلی است. ولی ببینید هموطنان عزیز، قرقیزستان رو ببینید. قرقیزستان گفته است که 78 خانه ویران شده است، با کام آتش رفته است.
و 36 انشاءات دیگه، یعنی همگی مجموع 114 خانه و انشاءات خراب ویران شده است. ببین فرق در کجا است. اما مثلا حکومت ما با تأخیر میاد میگوید همین خیر. و خواهر همیرا بختیار در رادیو آزادی هم یک مقاله درباره پنهانکاری نوشته بود و اونجا هم خیلی پیشنهاد خوب کرد که حکومت تاجیکستان باید خسارات همین 20 سال اخیر که مردم همین مرزی چی خسارات دیدن اونها را جمع آوری کند و باید نقشه های A, B, C داشته باشد که در بعضی حالت ها چیکار باید کند و دیگر شرط ها و در توافق نامه ها شرط نامه ها چی میگذرد با مردم با رسانه ها شفاف باشد. واقعا ببینیم که نه مثلا این چیزی که بود. حالا مثلا شما از اون یک فعال قرغیز قصه کردید، یعنی اون دوران یک خیلی از عکس‌های و یعنی آتش گرفته قرغیزستان در تمام جهان نشر میکنن، ما خالی، ما خاموش. ولی بعد الحمدلله بعضی برادران اینها پیدا کردن که خانه‌های تاجیک عکس‌ها، ویدیوها، نوارهایی که خانه‌های تاجیک آتش زده شدن اونها رو هم دادن. باید ما در همین جنگ اطلاعاتی یا که در همین مبارزه اطلاعاتی فعال باشیم. ما نمیخوایم که یک نفر رو ظلم کنیم، ولی این باشد که مردم ملت همه حقیقت رو بدونند، نه فقط از یک زاویه واقعیت ها یعنی معلومات ها داده شوند به داخل و همچنین به جهان. درست است. بخوانم همین پنهانکاری در تمام جنبه های فعالیت های اینا وجود دارد و بحث ما از همونجا بود که باید که از مقامات اینها طلب کنن، خبر بگیرن، از اونها گزارش طلب کنن. رسانه ها، این کاری رسانه هاست واقعا. ولی من باز هم همین رو گفتنی هستم که واقعا اون چی که در این مدت زحمت کشیدن رادیو آزادی و آزیا پلوس، با وجودی که فشاری که بالای اینها هست همه میدونند و واقعا هم آفرین شون و این دو رسانه که همون تنها نشان دادن که تنها دو رسانه مستقل در کشور ما وجود داشته است. واقعا در داخل تاجیکستان تنها دو رسانه مستقل وجود داشته است که با وجودی همه فشارها توانستند یک چیزایی را برسانند و ما هم حتی در مقابل اون کسانی که میخواستند تاجیکا رو هم تجاوزگر و جنایتکار نشان بدهند از همون گزارش ها و عکس ها و ویدیوهای اونها استفاده کردیم و به دیگران فهموندیم که قضیه چنین نیست و واقعا هم در اینجا مظلوم نمایی قرغیز ها است بیشتر و باید مردم واقعیت رو بدانند. خسارت هم مردم تاجیک هم خسارت کم ندیده است و خسارت زیادتر از اینها دیده است در این مدت ها، ولی متاسفانه تا حال هیچ گزارشی نمی شود. حالا یک مسئله دیگر هم هست. چرا فرج اگر واقعا هم یک رسانه مستقل، حداقل مستقل نه، یک رسانه ملی است، نمی روند یک گزارش خوبه از تمام مرحله ها از گذشته چند بار قرغیزها حمله کردند، چقدر تاجیک در اینجا کشته شده است پیش از این جنگ ها تا این شروع این درگیری ها چند نفر از تاجیکان کشته شدند، چرا اینها رو گزارش نمیکنند؟ واقعا هم رسانه‌ای نمیکنند. من دیدم که فرج فرستاده بود، نماینده و ژورنالیست خود رو به واروخ فرستاده بود. خب فرستاده است ولی تحقیقاتش کجاست در این زمینه؟ چرا رسانه‌ای یک تحقیقات جدی‌تر مثل قرغیزها در تمام رسانه و در تمام چیزها فعال هستند، شبکه‌های اجتماعی، یوتیوب، نه فیسبوک، ولی از ما می‌بینی باز هم فعال فقط یک عده از مخالفین هستند که مثلا مثل اون برادر از روسیه کورکنی سپوتنیک است که در گروه توران خیلی مثلا فعال، امید جیهانی است، اسفندیار اودینه است که فعالتر است، نمیدونم وایسیدین است که خیلی فعال است و یک ویدیوی خوبی هم بر روسی نشر کرد از این چیزها. باز هم می‌بینی که بیشتر این گروه ها فعال هستند، نه رسانه هایی که در اونجا هستند. بله، نه اون رسانه هایی که مثل فرج یا مثل جمهوریت یا خاور که بودجه کشور رو هم اونها بیشتر مصرف میکنن یا اینکه به یک طرز به اصطلاح از امتیازهای اونجا برخوردارند، ولی هیچ از اونها نمیبینید. حالا مثلا که شما گفتید درباره رادیو آزادی و آزیا پلوس گفتید، رادیو آزادی اون عدد احتمالی همون قربانیان رو نشر کرد، جمع بر اساس تکیه به همون معلوماتی که از مردم گرفت
و خبرها که رسید به همون نشر کرد. ولی 8 روز بعد روز 6 می نگاه کن، این نزاع روز 28 29 رخ داد. حکومت تاجیکستان اونم با فشار جامعه شهروندی روز 8 یعنی می، روز 6 می 2 روز پیش همین رویخط رو نشر کرد. آخه همین را اگر شما 2 روز پیش مثل قرقیزها نشر میکردید چی میشد؟ یعنی ببین که در این چی اومده که 36 تا کشته شد. از آزادی همون قدری که سعی کرده بودن واقعا کار خوبی کردن و در آینده باید رسانه ها مردم همین کار رو بکنن. چخیلی که در مثلا کرونا ویروس عدد قربانیان رو یک چیز دیگر بود پنهان کردن و یک گروه از جامعه شهروندی نشر کرد، باید همین کار رو انجام بگیرن. ولی قرقیزها رو ببین چیکار کردن. قرقیزها گفتن که 36 نفر کشته شد، 2 کودک از جمله 2 کودک و 189 زخمی. تاجیکستان اعلام کرد که 19 کشته داده است و 87 نفر زخمی. حالا من نمیدونم که این حکومت تاجیکستان زخمی رو چی کرد، ولی و 189 زخمی که میگویند یک جاش خراشید یا چی شد. این مسائل باید از نگاهی یعنی رسانه‌ای فشار اون طرف قرقیزستان تا توانست در جهان نشان بدهد، مظلوم نمایی نماید، مظلوم نمایی کند. مظلوم نمایی کرد و در جنگ اطلاعاتی موفق‌تر از تاجیکستان عمل کرد. بله. و سبب شکست خوردن تاجیکستان در جنگ اطلاعاتی باور کنید مقامات این کشور بود که به مردم اطلاع نداد. حداقل معلومات رو و اون طرزی که خودشون می‌خواستن به مردم ندادند که مردم از اون استفاده کنند و در مقابل از کشور، از حیثیت و آبروی تاجیک و ملت و کشورمان حمایت کنند. واقعا هم این خیانت بزرگی بود که مقامات در این باره کردند. بسیار خوب برادران عزیز، خلاصه همین که حکومت تاجیکستان متاسفانه در مرحله ما بعد نزاع سستی کرد، باز با همون پنهانکاری کرد، با جامعه مدنی همکاری نکرد، برعکس مشکلات ایجاد کرد، مانعه ها ایجاد کرد و پنهانکاری دارد و در برابر اظهارات ها مقامات قرقیز هیچ واکنشی نمیکنند، خاموش هستند و تا حال باز جای اینکه یک بار به خود بگن باز میخوان از همه مشکل بیارن در سر مخالفین یا محیدین کبیری و اینها. یعنی میبینیم که همیشه در منزل ها را در مسئله منزل ها، در مسئله کمک پلی متاسفانه خیلی چی کردن. یعنی ما واقعا که در مسئله اطلاعاتی حتی در همون دوران نزاع ضعف داشتیم، حالا با ضعفمون بیشتر شده است. اون طرف دارد با رسانه ها، با اظهارات ها، با اینها فشاری روانی میارد و ما خاموش مثل که چیزی نشده است، همه تنجی هست، همه هیچ گپ نیست. حالا برادر عزیز 1 ساعت می شود صحبت داریم در مسئله برادر عزت امون. چی شد؟ این حادثه وروخ آمد دیگر، اون 2 ماه پیشکی حبس پیشکی بود، یک وقت گفته بودن که آزاد میکنیم عزت امان رو. حالا مسئله عزت امان چی شد؟ راستی من معلومات زیاد ندارم درباره قضیه عزت امان بعد از این حوادث و اینا، ولی فکر میکنم که حکومت دنبال چنین فرصتی میگشت که قضیه عزت امان فروکش کند، ساکت شود و با همین طریق مردم عزت امان رو فراموش کنند و عزت امان به یک شکل مجازات شود و در زندان بماند. متاسفانه من فکر میکنم این به حکومت دنبال همین میگشت. ولی اگر حکومت میخواهد برای مردم یک واقعا هم مردمیت بدن خودش ثابت کند، بخصوص برای مهاجرین، برای دیگرها، این فرصتی هست که حکومت بیاید عزت امان رو رها کند و بگذارد که با چگونه که قبلا هم بارها این کارو کرده بود، حکومت عزت امان بیاید در کنار حکومت از وروخ از سرزمین کشور دفاع کند و میتواند در سازندگی در دیگر کارها به حکومت کمک کند و خوب میشد که این فرصت را حکومت نه برای به اصطلاح انتقام گیری از عزت امان و فراموش سازی قضیه او، بلکه برای نزدیک شدن به جامعه شهروندی و مهاجرین از طریق عزت امان استفاده کند و او را رها کنند. امیدوارم که چنین شود. امیدواریم که عزت امان خداوند دعاگو هستیم که عزت امان را هر چه زودتر آزاد کند و ساق و سالم به نزد
خانوادهش برگردد. و یک مسئله دیگری هم که هست، این مسئله همون 119 دانشمند زندانی هست، ولی واقعا خبرها از داخل تاجیکستان میرسه که این 119 نفر اینهایی که اعلام شدن، ولی پیش از اونها 10 نفر زندان شدن و حالا 10 نفر دیگر بازداشت هستند به همین مسئله و عددی حساب ندارد اونهایی که رشوه دادن و خود را از این مشکل آزاد کردن. بله اونها هم در اون مسئله هم مثل این که همه خاموشی است، خانواده ها هم خاموش هستند، متاسفانه هیچ مسئله نیست و این متاسفانه بر ضرر همین خود همین دانشمندای زندانی تمام خواهد شد. و ما از همه برادران، از همه دوستان، همکارانی که اینجا ما را میشنوند خواهش میکنیم که در مسئله عزت امان، در مسئله این 19 دانشمند زندانی خاموش نباشند، همیشه صدای خود را بلند بکنند. این فشارها هست که این حکومت ما یک واکنش، یک عمل میکند. ببینید در مسئله همین قرقیزستان وقتی که ملت، وقتی که جامعه شهروندی فشار آورد که طرف قرقیزستان گزارش خود را میدهد، شما چرا گزارش را شماره قربانی را نمیدید، یک هفته بعد مجبور شد که چیکار کند؟ اعلام کند. و ما هم مثلا همین را از همه دوستان و برادران خواهش میکنیم که در مسئله عزت امان، در مسئله این 19 دانشمند زندانی بی‌طرف نباشند، صدای خود را بلند بکنند و انشاءالله امید هست که آسانی به این برادران خواهد آمد. دیگر اگر پیامی داشته باشید بفرمایید برادر. راستی درباره این 119 نفر گفتید وزیر، من یک چیز را فکر میکنم واقعا مصیبت است. یک نفر از همین داخل فکر چند پیش میشناختم، صحبت میکردم، گفت من با کدام یکی از اون مقامات پول دادم و پول گرفتن، قضیه ما رو حل کردن، من دیگر بازداشت نمیشوم و رها شدم. گفتم با اینها اعتماد نیست. شما وقتی که در این حالت هستید بهترش خوب بروید یک مدت بیرون از کشور، روسیه کار کنید، فعالیت کنید، بعدن که آرام شد بعد برگردید. گفت نه کاری من حل شده است، من در همینجا میمونم، من نیاز به این چیزا نیست. ولی بعدن شنیدم که همین آدم از طرف مقامات بازداشت و 7 سال زندانی شد. این واقعا این حکومت، همین تمام این مقامات ما تمامی آزادی رو از طرف این خانواده پیدا کردن که با مردم هر گونه که میخوان مناسبت کنن. شما ببینید با مردم چگونه مناسبت میکنن. میآیند مردم رو پولش میگیرن، هم زندان میکنن. این مصیبت است. واقعا هم این مصیبت است که امروز کشور ما با اون گرفتار است، ملت ما با اون گرفتار است. بسیار خوب. حالا برادر یک نفر الکساندر است، اگر چیزی دارید بفرمایید. سلام علیکم. الو نوشنیک تبریکی خویش کن. علیکم السلام. بفرمایید. بله. 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 بله.
دیالوگ نمی‌براید. اگر فکر دولت فکر خلق میکرد عزت امانه نمیبرد وای که برای وای همه وقت در خدمت خلق. این همه چیز بینید یک سپاشکا یک سپاشکا رفته است. عزت امانه بردن کوهستان بانی کوهستان تبستان جمشید در زیبش افتاد. کوچین نمیمونم، من نمیمونم. اما که وای همش شکر نکیم سپور معلوم میشه. شکر برای همه بنو بنیشان یک میگیرم یا دولت خرید دادم میخورم برای خودم میگیرم و روی میکنم نمیشم کم کشیدم. بله سلامت باشین. واقعا همین خیلی است. همین ریشو همین است که از خود سر می شود و این هم گفت که یک حکومتی چی است، حکومتی اویلوی که هست دیگر همین خیلی است. وضعیت همین خیلی دوام میکنه تا وقتی این رحمان و همین کماندش هست ما همین وضعیت رو خواهیم داشت. برادر دیگر بفرما. احمد هده بفرما. برادر الکساندر این نامی که هست این بعد صحبت کند. برادر احمد هده گپ زنید، شما صحبت کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شما رو دیدم یک دیدم درست ندیدم خیلی خوشحال شدم رستگار. من یک چند مطمئن دارم رستگار. بله بفرما برادر. مقصد یک چند پیشنهاد میتونم برای حکومت تاجیکستان. پیشنهاد اول من اینه که مقصد اگه عزت امون آزاد کنند برای شما چی زیان می‌کنه. شما خود دست دراز کردین از مسکو عقب بیدین بودین که خودی خلق بود. طالبان که وظیفه شما رو اجرا میکرد با شما چی زیان میرسوند. حالا که اینقدر دستوی دراز دارید، اینقدر از خودتون باوری دارید، اینقدر مقصد باوری، اینقدر قدرت دارید، به خودتون باور دارید، یک آدمی که مقصد یک فقیر دست میگیرید در شما چی زیان میرسد که مثل هم آدم آزاد کنید که مقصد باز هم مثل کار خشت دوام بسیار و یک بچه‌ها را عقلی رفت بگیره و مردم را سوی بگیره. این اصلا پیشنهاد من پیشنهاد من اینه که در شما چی زیان میرسد که به جای خیانت کردن، به جایی که حق مردم شما دفاع کنید ای گروه مقصد این همه شانس برآورده دادستین در دست کردو. من اینا بگی گفتم برآورده دادستین در حالی که مردم در بر شما هست، در حالی که شما پرابلم از این مردم در بر شما راست نیست. برای چی شما در بر مردم راست نیست؟ در پرابلم مردم نمیکنید. یک گزارش دادن چیه که شما گزارش دادن نمیتونید برای خلق تاجیک. ما تاجیکستان زنگ بزنیم، خانه زنگ بزنیم، خبر ندارن که چی گپ در تاجیکستان در واقع چی گپ.
ما طرف دوشنبه در زندگی میکنیم، ما خبر نداریم، تاجیکستان خبر نداره. ما ای رسانه‌های قرقیز، ای شبکه‌های یوتیوبی میفهمیم که در اون جنگ رفته است. جگران ما خون هست. چیکار میکنید شما؟ با چی درجه را خیانت میکنید در وطن؟ با چی درجه را؟ من همین خطاب من به همین رستم امامعلی، به همین امامعلی، اگر همین آواز من را شما فهمیده باشین، اگر همه مقامات دولت از شما زدید یک فرمان دادن برای شما مشکل است. یک فرمان بچین که گزارش بدین. شما گزارش بدین، یک فرمان بچین. من باوری دارم که همه میدونن در پیش شما تعظیم میکنن، همه کارا میکنن برای شما. لیکن یک گزارش دادن ای چی میترسین شما؟ حالا که قدر شما در خودتان باوری دارید، ممکن است باوری هم نداشته باشین در خودتان. همین مردم خلق بود که مرز بومش دفاع کرد و شما میشید کو؟ شما حالا که جنگ دولت جسرشید دولت شید که دولت تو گشتید. قرآن بدارین شما که هم مردم کم بغل در برای شما راست دادگی هست. این پیشنیادی من و برای همین این پیشنیادی من همین که برای همین آدمای امنیتی که مقصد همین زندانیا را عذاب میکنن، یعنی عذاب میکنن نمیدونم و فرمانی حیبالله یا که خشون افراد دارن. مثلا من به آقای گفتنی بدم که اگر فرمان هم حیبالله باشه شما از الله بترسین. برای چی؟ فرمان حیبالله میشه که مثال عذاب که بعد تو باید که عذاب که در کشتن بیاری چش تا پوش کن کتا نکده یا کن تنه چیز کن کتا که عذاب داده تو امامعلی نمیاد برای تو بیسته که عذاب شده است یا که بله. اگر هر یک تشکیل بردنی بردن تو اگر در خبر میری دنیا به دروازه نیست الله خودی هم ایما الله هست بابا پدن چی هم میشه در نزدی الله الله هر یک آدمی که عذاب میدی هم میکنه اون کشف از دعا نمیترسه شما بسترید نه که ایما یا گفتن هست شاید که هم با گفتن ما خداوند شما را تعفیر بکنه که اگر خداوند که تعفیر نمیکنه ما دعاگیم که خداوند شما را نیست نابود نایستگی میبرد جان این ملت بدم هم. آمین. سلامت باشید برادر عزیز. برادر بابا جان چیزی گفتنی دارید؟ سلام. بعد سلامت باشید. شما برادر کلاب 44 بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. شکری الله. ساز تین شما سازه تینجه اولا خوبه ما میگفتن ما برنامه شما را گوش که سلام گفتنی بدم که هیچ برای همین کام بغاله و بارخصوم جمع کنه حسه میگن کو من یک همین امامعلی در هست که همه دوماده برای کوچ گرش که دوماده امامعلی بود کوچ کرده کی با او سونامه که ملیاردر زونامه کشانم یو من برام که من برنامه میبرم گفت که کشنم فازو را گوشتی فازو را همیشه نخونم اون برای نام کوچکای خودم برای کوچکای خودم نگذاشت بودن کاملا او جان دانش مردادن سونامه کشانم ای خاص موجود اما این است که بودن است این وقت چی میگه که ایسو به همین ای با نامولا چی نبودی ما بودن است مثلا اما چی با سونامه کن هم خاص کاملا با هم کاملا در تو بود یعنی هم وقتی همون ندارم این صوف ندارم یک همه خلق ما همه خلق هم که برنامه ما خاموشو میکنم بگیم خویش دارم که این برادرو و برای این گپ زنیم سر از اول استعفا امامعلی این کمات یا امامعلی نمی حرام خرید ما در هم جذاب کجا در هم راسته چند سال راسته میدونیم اوکایا استعفا یقین استعفا رمضان استعفا سه استعفا حرام خرو من فقط خط کنم بغل از اون بکنیم چی بود؟
حکومت استعفا حرامکارا همه استعفا آناتون بخدا شما را خدا نگهبان باشه برادر که همین برنامه شما هستم و گپ میزنیم من خواهش کنم که برادر فقط بگو استعفا بگو سلامت باشید برادر عزیز. استعفای امیر رحمان فقط همین که باشد من لایک بجفتم برادر رو همه شب زنده باشید برادر عزیز. تشکر زیاد. واقعا مردم درد دارند، واقعا درد دارند. سلامت باشین. حالا برادر کی بیاید؟ ابو موسی برات چیکار فرما ابو موسی. علیکم السلام. روزتون مبارک باشه. به شما هم برادر عزیز. بس خندوش مگر اجازت باشه. بفرما برادر. السلام علیکم برادران و تمام تماشاگران. من یکمش همین دولت جمهوری تاجیکستان خودکانه طلب میکنم که برادر عزت امان را زودتر رها کنند و از تمام برادرای مهاجری دیندار و دیندوست همچنین یک خواهش برادرانم میکنم که امشب هم شب قدر در حق برادر عزت امان دعای خیر کنند که زودتر رهاش کنند و باز در کاراش فعالیت مثلا کاراش دوام و انسان خیلی انسانی با غیرت شد، آدمی با غیرت خیلی آدمی با شجاعت بود. عزت امان در تمام دل مردم مهاجر جا داد، این معلوم بود. وقتی که از بردن عزت امان باور مردمی تاجیک پراکنده شده میاد، نمیگوید هست که میگوید الحمدلله یک برادر جمع در تو سازی فعالیت دارد. الله مشخص کنی خوبم هست کاراش دوام داده شده است. بعد من گفتم در همین یک نوار خیلی تماشا کردم همین عبدالقادر طلبه درباره برادر عزت امان گفت که خودش مثلا در همون طور تلندگیش پیچید همین خیلی مثلا گپوی انا نامردانه صحبت کرد، یعنی اون در زندان این مرد به مثل خنده و مسخره. بعد گفت که در مکزیکا در امریکا چند میلیون مهاجر داره، یعنی مکزیکا. بعد روسا گفت در اروپا چند هزار مثلا چند میلیون مهاجر. ازبکستان 3 میلیون مهاجر قریب زیاد داره. یگان ترنگ عزت امان نیست. این خودش کیه که مثلا سفارت داره؟ بله گپ درست. یک گفته اهمیتی که ما سفارت داریم به درد هیچ کس نمیخوره. چی در کنیم؟ اینا ما کار کردیم افیسانه کاغذ قلم قطعی. 803 تاجیک یا 4 تاجیک دیم. پلان ما نتونستیم گرفتن. 68 نفر برادر ازبک بودن و پاسپورتش مراجعت کردن، زنگ زدن ما کارش رو حل کردن، پول همش رسید کردن. ما یگان مثلا کاغذ قانون قطعی کار کردیم، پول ما ندادن. و پاسپورت و زنگ میزنی تلفناش رو نمیبردارن. بردارن هم حوصله گپ زدن نداره با ما. خیلی بعد مثال میگن که عزت امان این جای آشکارش کو کی میتونه که مثلا حل کنه پول ما رو گرفتین؟ میگم آفرین تو. این ما خودمون کار کنیم تاجیکا پول ما تاجیکا موندن برادر ازبک پولش را گرفته برای پاسپورت داره. خوب قید کرد عبدالقادر با چوی جش فکر نمیکنه از نچید همیشه کسی یک داره می پاسپورت که عزت امان مردم رو با عزت امان آورده محتاج عزت امان شدی. بله. واقعا برادر عزت امان خدمت میکرد. هر برنامه همین درباره سیاست درباره همین خودشناسی خیلی مردم فعال شده. بله. من با اوش کار ندارم. اگر که چی کاری کرده باشه برای جنایت کرده باشه همون انسانایی که همون تهمت کردن بعضیاش همون دیدیم که مثلا خواهر اپاش و خدا به حال همون زنا که غیرت کردن تو حتی رد کردن دروغ همون برادرش و یا که هیورش بود که بود مثلا خیش تباش رو رد کردن که شما نبودی. ایوه یکم بود. دیگه ماشین که همون هر هفته برنامه داشت. خیلی هفته نمیشه دیگه هفته برنامه میشه زنگ میزد در چند هزار آدم ما تماشا میکردن همون را. میگو برادر عزت امان تو چه انسانی ناحقی؟ تو حق ما را گرفتی پول ما را نمیدی. چون یک انسان هم گپ نزد. وقتی که دستاش خامشن از اولونه وقتی زدن دستا را بردن بعد مردم مثلا سخن میکنه. این نامردیه. این قفای انسان وقتی که انسان بنده البته که نامردیه. من اصلا تمام برادر مهاجر میخوام
خود تحت فشار یا شکنجه یا که تحت مذاقش میکنن. دست اینا هم برای که همیشه خیلی عبدالقادر طلبک مذاقنی اثر کرد و بومبیا مثلا معاون مجلسیه با آتش پرست یا مثلا تری شود. من همین خبرهای خواهش من برای آواز من نیست. آواز ما بکن. سلامت باشید برادر. برادرای عزیز، وقتی برنامه ما خلاص شده ایستاده است، برای همین از همه برادرایی که منتظر هستن برای صحبت کردن بخشش میپرسیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. یک بار دیگر واقعا درست است چخیلی که برادر گفتند، برادر عزت امان فراموش نکنیم، صدای خود را بلند بکنیم، در این ماه رمضان دعا کنیم. مرد این مرد خودم پیشی کامیرا میکنی. کشوک مسئوله؟ شامپانه شامپانه یادم میاد. نفس میکشم بدون بخورش میاد. ماسک خطی ماسک خطی بهتر. ماسک فاسون نکن. ماسک فاسون مدل. چند خیلی؟ ناسون. جان چی هست؟